چرا کمربند نبستی؟ جان سربان یه لحظه ننویس. نوکرم. چرا کمربند نبستی؟ مخلص شما. ننویسید لطفا، ممنونم. ببخشید. گواهینامه لطفا. ننویس جناب سرهنگ، ننویس جناب سرهنگ. این مشکلی پیش جون مادرت ننویس جناب سرهنگ. قسم نده آقا. من نوکرتم، یه مشکلی پیش اومده، خواهش میکنم اینو نرسه ننویس. من مادر بزرگم فوت کرده. شما مادر بزرگتون فوت میکنه قرمز میپوشید؟ بله، ما فامیلمون که فوت میکنن قرمز میپوشیم، نزدیکانمون فوت میکنن قرمز میپوشیم، هرچی نزدیکتر قرمزتر میپوشیم. خجالت بکش آقا. ببخشید شوخی کردم، ننویس. مادرم فوت کرده، نه اینکه مادر بزرگم حق مادری گردن ما داشت. من این دوتا رو قاطی میکنم. واسه 30,000 تومان؟ بله. یه لحظه ننویسیم، ببخشید. من مجبورم به شما واقعیتشو بگم. من بگم نسبتمو بگم خدمت. بگو. من پسر خاله رئیس پلیس تهرانم. به جون مادرم دیشب برنامه در شهر رو نگاه می‌کردین، رئیس پلیس تهران مصاحبه می‌کرد، یکی اون پشت وایساده بود، من بودم لبخند می‌زد، خودشم این نگاه می‌کرد این کیه اینجا وایساده، پسر خالش بوده دیگه. واسه ما هیچ فرقی نمی‌کنه. یه لحظه جون مادرت ننویسی. من دیگه راستشو بگم چیکار خسته نباشید. من مأمور مخفی هستم، پلیس مخفی هستم. خسته نباشی همکار، مجبور شدم به خاطر این کار شما از مخفی بودن در بیام. چطوری؟ دستت بکش. فرمانده چطور؟ نه چون مادر یه لحظه ننویس، خواهش میکنم ننویس، ببخشید ننویس. من یه چیزی رو بگم خدمتتون، واقعیت. قول میدین ترتیب از سر بدین؟ بگو. من باردارم جناب سرهنگ. دستتون رو بزن، لگد میزنه به دست دوخته. جناب ننویس. جونم بابا، آدم مرد باردار رو جریمه میکنن. ننویسین. خجالت بکش آقا جناب یه نگاه به قیافه من بکنین. اصلا من آدم نیستم، من شامپانزم. من همین هفته پیش تو باغ بودم، واسه موز مینداختن الله نردا، تو پفک میدادن میخوردن، بادوم هندی. جناب شامپانزه رو جریمه میکنن.